شاعر موسیقیدان مغنی سراینده 6 مقام و اساسگذار 12 مقام نجمیدین کوکبی و شاعر میرابید سیدای نصفی با ایجادیات خود در ادبیات و صنعت تاجیک موقع خاص دارند. بخشیده به این موضوع در ناحیه میر سید علی حمدانی در فیلارمونی دولتی به نام آدینه هاشم کنفرانس علمی برگزار گردید. در این چهاربینی خوانندگان از حیات و آثار ایجادی شاعران شعرها قرائت نموده صحنه‌ها نمایش دادند. آثار ادبی سیدای نصفی 8500 بیت را تشکیل داده در آن جای اول را غزل میگیرد. مثنوی تمثیلی سیدا بهاریات یا حیوانات نامه نام دارد. اثر دیگری او که شهرت شاعر را بلند برداشته است شهرآشوب است. سالهای جوانی شاعر با کسب بافندگی گذشته است. از همین سبب به طبقه هنرمندان توجه مخصوص داده است. سیدا در ایجادیاتش مهنت دوستی، خصلت‌های حمیده انسانی از قبیل وفاداری، صدق و صفا، راستگویی، رستقبلی، نیکی و نکوکاری، رحم و شفقت، انسان دوستی و مردم نوازی، علم آموزی و دانشمندی، صبر و طاقت، بردباری و پرطاقتی را ترغیب نموده عاموی گردانی اینها را جانبدار است. مقصد گذراندن این چهاربین از آن عبارت است که اینا تشکر میگن به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که بازیاب بردیال که خاطره گذشتگان ما از اشعار شاعران و که موسیقیدان و از اشعار شاعران گذشته خود را باید دارن که خوانندگان از اشعار میرابی سید نصفی مثلا درباره بهاریات و صنعت‌جوان نمایش دادن از اشعار غزلات را مولانا نیکوکبی شاعر موسیقیدان مغنی خیلی شناخته و همزمانان عصری گوییم که مولانا عبدالرحمن جامی علیشیر نوایی و کمال‌الدین بینایی بود که در صنعت موسیقی نه اینکه 6 مقام بلکه 12 مقام را بیان که اختراع کرده و اثر رساله موسیقی او خیلی رساله شناخته است که در بین مردم بازی از دیگر آگاهی گرفت موافق سال 2018 که سال رشد سریع و هنرهای مردمی است باز ما را وادار کرد که از اشعاری و بیان که با پیشکش خوانندگان با پیشنهاد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه میر سید علی حمدانی عاید این موضوع آزمون انشای بهترین سرود بهترین و رسم بهترین اعلام کرده شده از 57 مؤسسه تعلیمی نورسان کارهای خود را پیشنهاد نمودند. حکمان آزمون کارهای اشتراکچیان را سنجیده غالبان را معین کردند. دوری اول این چهاربینی ها در مؤسسه های تحصیلات میانه عمومی ناحیه برگزار گردید. در کنفرانس علمی غالبان دوری مکتبی برای از خود نمودن اجراریات این بزرگان سخن و غالبان آزمون از نام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه با تحفه های خاطروی قدر کرده شدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه میر سید علی حمدانی برای برنامه اطلاعات نوید.